رمزگشایی نماد تیرکمان خیلی مهمه چون توی ایران خیلی استفاده شده و یک نمونهش رو توی تخت جمشید میتونیم ببینیم، عکس سربازانی با تیردانهای خودشون. چون تیرکمون از اولین سلاح‌های قوی انسان هاست، اهمیت خیلی زیادی براشون داشته و ما جاهای مختلفی میتونیم ببینیمش. مثلا این نماد در دوره ساسانیان برای نشون دادن قبورهای سرداری استفاده شد. حالا اگر این نماد مهم رو پیدا کنیم، گنجش کجاست؟ جهت نماد کمان خیلی مهمه و مسیر گنج رو به شما نشون میده. اگه پره‌های بالا و پایین کمان کامل نباشه، اونی که رسم شده رو اندازه‌گیری کنید و به اندازه هر سانتی متر 1 متر به سمت جهت کمان حرکت کنید. سعی کنید در جهت نشانه پیکان به دنبال نشونه‌هایی مثل تپه‌های خاکی یا سنگی که کمی متفاوت تر باشه بگردید. ولی در مواردی دیده شده که این نشونه برای گمراه کردن گذاشته می شده و باید در اطراف نشانه بدون توجه به جهت پیکان به دنبال نشونه‌های دیگه‌ای بود و از فلزیاب‌ها استفاده کرد. اگه می‌خوایم بدونید که بهترین مدل فلزیاب چیه و چجوری باید ازش استفاده کنید، برای مشاوره رایگان عدد 1 رو دایرکت کن.